سلامونه نیکی هیلی دوستان و هیله‌مندیم شروع و جور با وی دافیت جمعی بوم پرتنوی خوشحالم چې زنه خیبولا رحیمی او زلبی استاسو پدرانه چوپړ کې حاضر یم. نن موږ ډېر ښکلي ځای ته راغلي یو، هوا هم باراني دی، نو ښکلی موسم دی، پسرلی دی، ډېری هیوادوال راځي دلته تفریح دپاره. موږ راغلي د ګلغونډۍ سیمې ته. هیله‌مند یم د دې راپور هم له موږ سره وګورئ. لیدونکو نو واقعیت نه پوهېږم چې نن ورځ ښکلی دی، غونډ خاندي، که څه کیسه دی، غونډ خوشحاله دی دغه منطقې ته. نو تاسو هم که ذهني ستونزه یا هم پریشانۍ لرئ راشئ، واقعیت سړي ته د دغه منطقې شتون یو خاص ارامښت ورکوي. نو دغلته ځو، یو دوه سپین ږیري ناست دي، سپین ږیرو سره به هم خبرې وکړو چې هغوی څه کیسه کې دي، څنګه ناست دي. چای هم نه دی که ځوانان چې دوی چای هم نه څښي. دا چې ولې دوی پوښتنه به هم ترې وکړو. سلام علیکم. ای صاحبا خوب هستین؟ ساعتتان خوب؟ بخیر؟ شب و روز بخیر میگذره؟ حاجی بابا تو خوب هستی؟ کانالشان تو هستی، همراه تو گپ بزنم. نه همی تو خوب هستی؟ اونا میگن مرا غرض نگی. از کجا هستی؟ از خوزستان اولیا. خب چکری آمدی همینجا خانه است یا کار میکنی؟ همینجا هم خانه است هم چکری آمدیم. چکری آمدی. نسبت به دیگه وقتا چی تغییرات آمده اینجا؟ فعلا خوب است، امنیت است دیگه. امنیت است. امنیت است. بیروبار همون تو هست یا کم شده؟ نه بیروبار کم شده. چند ساله هستی خودت؟ 58. 58. در 58 سال که آمدی شاید از اینجا خاطرهای خوبم داشته باشی. خود زیاد وقت دینه تیر کردیم دیگه. وطن ما دیگه. وطن است. بدون شک. بیا یگان چیزهای جالب زندگی تا با ما قصه کو که بیننده هم بفهمن از اینجا چه خاطرهای خوبی دارین. از کدوم تاریخ رو قصه کنم بخشید؟ از همین یک قصه که دیش فراموشت نمیشه، مو هر وقت به یادت میاد، بخصوص از جوانی. آنه یک وقت ما خورد بچه بودیم، طبق از اونمو بچه اینمیز آمدیم، اون دو آمده بودن. زیاد بود جالوچک میپرتافتن، دخترهای از جالوچک میخورد و دیگو کاسه میکردن، این کارها رو میکردن. باز همین دو بین خود جنگ شدن. باز یاد لنگی هاشون اثرشون رو صافتی، لنگی ها کو صافتی هر مویه میدیدی که تا اینجا هفتیده. اینه میره موصل کردیم دیگه دمو. همین جالبش بود. فقط مویه اونا برات جالب بود. نه خود لنگی هاشون رو شد اثرشون. مسئله جنگشون چی بود؟ با خدا و خودشون معلوم دیگه. فرسان نگرد. سلامت باشی، بخیر باشین، زنده باشین که وقت دادین گپ زدین. لیدونکو نو واقعیت عجیب وخت کیسې ډېره جالبه هم وله. نو موږ به تاسو ته د داسې څو تصویرونه وړاندې کړو، داسې تصویرونه وګورئ، ولې زموږ راپور دوام لري. له داسې نه به یو بل ځای ته هم ځو. نو هیله‌مند یم موږ وڅارئ. لیدونکو نو موږ دا ځوان دلته درولی دی، هګۍ هم دی، نو زموږ یو بل ملګری هم دی. دا چې ده سره با هګۍ جنگی وکړو، بلد خو هستی تو هم جنگی را تا یک دانه با من انتخاب کن که همین نفر خوب با برم گمش کن. این چی اصول است؟ میفهمی که یکم توضیح بده دیگه خودت. این میفهمی که زیره. بس چی میفهمی؟ صداش تغییر میداشته باشه؟ تق کنم اچه زیر میباشه که اگه تب کنه خرابه. خب تو تا هنوز پیدا نکردیم خوبشه، پیدا کن تو یک دانه. یعنی خوبش است. دقیقی بود. خب با این خودت بگی و بیا در دیگه. برای ما میگه انتخاب کن دیگه. شاید اینی خوبش باشه. این دیگه امتحان کن. مقصد چطور؟ صحیح بود؟ نه خودش بلد بود. نه من میشینم یا تو میشینی؟ من چون هر کدامش تو خوش داری همون. خب برو اول. نه باشه. یک برکت. ایره دیگه دوچه نمانی ایره بطی دو جیب من. تو با همیشه که مانده بودی؟ آلو بشینم من بزنم. اما تو رسوسور. مقصد بس دوستا تو خم که هست یک خوبش است. بیا تو یک چلم. یکم باید آزاد بگیره چیره نه؟ آیسته بزنم یا مکم؟ برو بچه. مرا میره پس یک مساوی. یک مساوی. دیگه هم میزنیم. بگی. این دفعه خودت نه خودت بگی. ما خودت انتخاب. من خودی دارم.
امی یکم خطرناک بود دوست. امیر میگیریم اما تو بچهش این تخما را جور ایران کرد. بده برای من یکی دیگه حساب نجور کن بیا نه مقصد مساوی سیم بس از گمش. دوستا شما هم دیدن دیگه 2 با 2 مساوی من یک دانه شبانم 4 تا خوب از خیلی نباختیم همین مساوی تمام شوه پرده اردوی ماست فعلا برده و باختگی دیگه مساوی باشه خوب مساوی است. باشه دوستا از این دیدن ما مساوی شدیم پس ما میریم بالا داشته های می داشته باشیم بیاین دنبال کنیم. لیدون کولکه څنګه چې وینئ موږ همداسې راغلو د ګلغونډۍ هغه ځای ته چې دلته چپس پروسۍ هم شته دي دوی سره به هم خبرې وکړو. سلام علیکم خوب هستین؟ ساعتون خوب؟ شب و روز بخیر میگذره؟ همراه شما گپ بزنم یا ابونا؟ خوب سلام علیکم. وعلیکم السلام. جور هستی بخیر جور ساعتمان سلامت هستی؟ نشگه پنیست. اسم مبارک. عبدالحمید هستم، عبدالحمید فیضی از ولایت پروان. تو هم از پروان هستی؟ بله. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ 12 سال میشه. چطور است کاروبار؟ مزه شهر؟ والا خوب است. 5 سال ایستادیم با بارندگی فهمیدی خرابی کرده به مردم مقننه میه. بیروبار خوبه تو ماشاءالله زیاد است. ها بیروبار توری فضل خدا زیاد است. پارک از دیگه پارک تفریحی گل ارغوان است. خودت از کار زیاد لذت میبری یا اینجا هر روز که تفریح میکنی؟ نه از تفریح به کار باشه فهمیدی فضل خدا ما قدر داریم که فهمیدی خدا بچلانه. خب یعنی هدف تو است که اینجا تفریح بکنی؟ تفریح کنیم بچه‌ها سندیوالاس میان اینجا فهمیدی با میخوردنشون نگام چیز پخته میکنیم نگام تو دیگران میتیم. یگان تو دیگر هم میتیم. امروز ما هم سر تب شدیم دیگه. ما در خدمت تقسیم هر چی که بخوری کباب کراهی گوشت هر چی که بخوری. اینجا خب سمبوسه است. میاریم بخش تالا کوری کباب میارن پایین. خب یعنی اون چیزا رو هم داری؟ بله ها کل چیز کباب چابلی کباب کل چیزا. بازون هم همینجا ماهی بخیر میاره. دیگه. اینه میشه که کاسین دیگه. خب یعنی یا کل بازار از توست. ها؟ چون دیگه کسی چیزا رو نداره. دیگه کاس نداره نه. داره وجه یک دیگه ماست بیادرم است. ما گفتم رقیبت است. نه بیادرم است. اندی ولی میکنین یا یگان؟ نه رقیبیسته. خب باز چطور است؟ تو خوب هستی یا او؟ خوبی دیگه عادت جانو بس تنها نیست اگه خوب بود ما نه شما خو رقیب هستین. نه بیادر هستیم مثلا دیوالی زبان ما هر چی که پیش گفتی رقیب هستین. یعنی ما گاز نداریم گاز ما پیش از اوست. باز پیسش هم میکنه. نه خلاص دیگه شکست نفسی میکنی نکو همین کارا تاوان میکنی. نه با در من شکست نفس باش. خب بله خوب از دوستان شما هم خوب هستین؟ هیچ چیز نمیخرین یا خوردین چی گپ است؟ خوردیم والا خوردی تو از پروان هستی؟ بله ما ماس چی خوردی؟ ماس کافیساس کافیساسی چکر آمدی؟ چکر آمده امروز یا دیگر روزا میایین؟ نه دیگر روزا میشادیم. گفتی خوردم چی خوردی همینجا؟ فعلا دیگر روز خوردیم روز نخوردیم. دیروز خوردی تا هنوز نگاه کردی؟ خب خیلی خوب. کدام چیز خوب پخته میکنی استاد؟ کل چیز از سمبوسه پتو شهر که باشه از اینی رو بتونی شهر خودت بگی خوبش بگی. خوش کردم میری این کارت خوب نیست. خوش کردن نیست کل شهر چیز اما خراب باشه با تو گرفت. چون مریض شام. حال چرا خراب با ما گرفتی؟ پیش گفتیم مومن باید شکست. خراب خراب فهمید خوبیش نه. خب یعنی خوبیش است. روغن باز جذب نمیکنه این قسم. نه اینا با ما جورش میکنه. خب باشه خیلی دوستا که جور کنه چه قسم است مزه میته نمیته. اگه مزه میداد براتون بگیم بیاین اگه نمیداد باز از امروز خود یک چیزی بیارین. رابطه میره بام بخون جا بنداز جادو گرم پخته می. نه پخته میکنی؟ تازه برات دیس. خب باشه خیلی دوستا تو ایرا پخته کو.
ما هم اینجا کمی گپ بزنیم پس میخوریم گپ سایس. بزنیم، ما در خدمت. تو یک دو دانه رو پخته کن. کدام تلویزیون است که ما بفهمیم دیگه. نه خب میبینی نمیتونی خوانده. دیدار وطن و بیاد دیدار وطن. دیدار وطن. دیدار وطن. با بخیر باشی. لیدن کو واقعا د دې خلک لکه مخکې مو چې ویلي خوش طبیعت خلک دي ځکه داسې فضا کې چې ژوند کوي باید هم خوش طبیعت اوسې خاندان اوسې نو ځکه د هر ځای خلک دلته راځي د هر ولایت نه راځي چکرونه وهي میله کوي. سلام علیکم دوستان خوب هستین بخیر باشین. استاد تو قار هستی جمع اینو چرا؟ خب چی داری؟ سلام علیکم آقا. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر باشی. جانتان جور است؟ خیلی اول نامت هم بگو. نامان شعیب. تو از پروان هستی؟ بله آقا. کل پروانی جمع شدیم یک کابلی یک ولایت دیگه هم یک نفر همین جوان این کار کنه. بیایید ما در خدمتتان هستیم. کدام کابلی آمده اینجا کار کنه که ما بتونیم. چی داری؟ چپس از جگر از چربی کباب تخم جوشانده. یعنی تو مرد چیزا داری؟ کدامش خوب پخته میشه در روزا؟ بازار کدام خوب است؟ در روزا خدا مهربان است. کلش خوب است لالا. خب بیشتر مردم که می چیز یاد میخورن ازت. لالا بیشتر مردم اینی چپس از جگر از دیگه میخورن لالا چربی کباب است. کدامش باز تو خوب پخته میکنی؟ کلش نام خدا خوب پخته میکنیم. خوب باش. هر کاره هست دیگه. آشپزی. آه. باز یگان تو آشپزی یاد ندارم. ما شکری یاد داریم یگان تا یاد نداره. از کجا یاد گرفتی؟ ما دیگه هتل داریم سابقه هتل دار هستیم. هتل موندی آمد اینجا کراچی استاد کردی هیچ قسمت داریم یک فضاست اینجا خوب است. یعنی از فضا لذت گلغندی خوش داریم. خوش داره. هر روز اینجا میباشیم. هر روز اینجا میباشیم از روز اولیده. باز تو رئیس هستی یا اندی والد؟ هر دو ما رئیس هستیم مشکل نداره. هر دو رئیس خود هستیم یا رئیس یک دیگه هم هستیم؟ یک دیگه هم هستیم. یک وقت میشه یک وقت رئیس میشه. یک وقت میشه یک وقت. خوب خیلی خوب. باش تو که من امروز از یک سلام علیک بکنم. تو هم خوب هستی؟ خوب هستی لالا بخیر هستی جان جور است با نام عبدالمجید. عبدالمجید دوغ است؟ دوغ است جانا. دم یه وای سردم دوغ مردم میخورن. تا چرا نمیخورن مردم شاید دوغ میخورن. دوغ مرچیز. چای دوغ هر دو داریم؟ چای داریم دوغ داریم شیر است ماست است قیماق است شیریخ است. بیشتر مردم که می کدامش از زیاد؟ بیشتر مردم دیگه علاقمند دوغ ماست است اینجا. دوغت نام داره. نام دوغ کجایی است؟ دوغ پروان است شادوغ دوغ مرچی دوغ بادرنگی. ما با ما یک کمی بده چرا نه در خدمت از جوانه. مرون گلاس سرخ مرا. تو بیاین دوستان مزه دوغ شادوخت پروان اما تو جانا. خب ببینیم مزهش واقعا مزه میته نمیته یا اینا صفت خودم تو کردن. نه مزه میته واقعا خوب دوغ تایت است. نوش جانا. یا تو جور میشه یا ترش است؟ نه اما تو جور میشه. نمکش از یاد کردی؟ فرمایشی اما تو جور میشه. ماست قرطیس میمونی که خب ترش کنه بازی مشک زده میشه. ماسکش هم داخلش مکس میشه دوغ جور میشه. چه وقت سر از تیر میکنی یا جور میکنی؟ یک شب یک روز تیر میشه سر از این. تا آماده شو. تا آماده شو. باز یگان تو که میخوری سرت خام میاره. یا تو است. یا تو دوغ است. خب واقعا راستی دوستا دوغش خوب دوغ است. خب اگه گفتنی داری ببیننده ها بفرما. کامری ما در خدمتت است. خدا یارت زنده باشی دیگه. با کل دوستا عزیزا هم وطنای عزیز به مسافرای ما عید تبریکی میگویم. دیگه هر جایی که باشن خوش آرام باشن جور باشه صحتمند باشه. ممنون سلامت زنده باشی در کارت برکت بخیر باشی. دوستای عزیز گزارش ما اینجا تمام نشده. ما از اینجا میریم جایی که واقعا یک نمایشگاه است و اونجا میریم که چی جریان داره و چی قسم گپاست کسی هست نیست چی دارن چی ندارن. پس امیدوارم تا اونجا ما میریم تصویرهای زیبای گلغندی را ببینین ما را هم دنبال کنین تا آخر.